بسم الله الرحمن الرحیم. ستړي مشه ورځ مو نیکمرغه. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. اینجا مؤنث کلمه را استفاده کرده رحمان بابا. این مچی کلمه من اون روز گفتم مچی مؤنث از مذکر، مؤنث این با یا ازارکی والا خلای شده. اینجا هم مؤنث کلمه میارن. ما رحمان کده و دل بردن. هغون جنو اینجا دختر کلمه این مؤنث کلمه را استفاده کرده. چه املا ده یخته په دود نرای که کمریش از مسلموی واری باریک. رحمان بابا غریب آدم است، فقیر است، ملنگ است. یک صبحانه کس او را دعوت میکنه، او را که دعوت کرد رحمان بابا دعوتش پذیرفت، قبول کرد، رفت او را عسل آورد. عسل که آوردن او که طرف عسل میبینه و این چیست؟ و این خو عسل است. و همین زنبوری عسل که در قرآن عظیم شان ذکر شدن عسل، همین زنبوری عسل میته و همین زنبوری عسل، همین عسل میته و همین عسل برای 72 مرض دوا هستن و همین عسل است. حال چی میگه؟ ما خوشحال کده دل بردن ای از زنبوری عسل که کمری زنبوری عسل مسلموی واری باریک است. کمری زنبور باریک است یعنی ولی خب مسلموی واری خب باریک شده نمیتونه. عقل قبول کرد ولی عمل امکان نداره. بیلتات ضعیفیم گل رخساره. بغیر از تو ایو قدر ضعیف شدم ای گل رخسار. پر حباب بنده چه بکک دم نماتیگی که سری حباب وای پای میمانم او هم زیر پای من توتا نمیشود. حباب پقانی است که توسط شدت آب میان میه و من که با او هم استاد میشم او هم زیر پای من توتا نمیشم. من اینقدر کم وزن شده نه کی اول سری حباب کی آدم استاد شده میتونه. امکان داره؟ نه خیر. نه عقل قبول میکنه نه عملا امکان داره. تنسیق و صفات دیگر صنعت است. تنسیق جل کردن را میگم. پختو پیلو توایو صفتون پیو صفت ها را جل میکنم. جل کردن چندین صفات. اگر شاعر در شعر خود چندین صفات ها را بیارن ایره تنسیق و صفات میگم. د خپل یار سره همتاز د دا رنگونه همراه یاری تر و تو میفهمی به این رنگ ها. کدام رنگ ها؟ آلی میگن ناز، نخری، مهر، خنده، فتنی، جنگونه. چندین صفت شد یعنی ایره میگم تنسیق و صفات. پلارت لما پا مخ راغله و دلبره پری رخساره دلمر پرشانی لاتر روخانه پخکلی مخوه هغه نگاره. کلی صفت ها شد. تجاهل العارف. تجاهل عارف خوب میفهمی به یک گپ خدا و تجاهل میزنی. خوب به یک گپ میفهمی این ای تخت سفید است. تو سوال و بچه همی تخت سفید است یا برای من سفید معلوم میشه. خوب میفهمی کی سفید. به خاطری نزاکت پیدا کردن به یک گپ آشکار خدا به نافهمی میزنی. ایره میگم تجاهل العارف. خوب میفهمی عارف هستی ولی بعدم خدا با تجاهل میزنی. شاعر میگن دا باوراده چه پانه ده گل ناسته. آیا این باوراست همون زنبوری سیاست که با برگه گل نشسته که پر مخ ده گل رخسار ده تو رزخه یا بروی گل رخسار هم خال خدایی است. شاعر خوب میفهمه که بروی خال سیاست خال خدایی است. باز می سوال کرد آیا این باوراست زنبوری سیاست یا هم خال خدایی است. ایره میگم تجاهل العارف. اینجا سوال مطرح میشه. سوال میشود. تلمح نمک دادن اشاره کردن را میگم. اصطلاحاً اگر شاعر یک قصه تاریخی را اشاره کنه یک قصه تاریخی در شعر خود بیارن این صنعت به نام تلمح یاد میشود. د یوسف قصه خوگه په یعقوب لگی. قصه یوسف علیه السلام شیرین است به یعقوب علیه السلام. لکه حسن د یوسف ستای کحکن تا مثل که با کحکن با فرحات قصه شیرینی میکنی. یا شیرینه یک اسم بود. اگر شاعر در شعر خود به یک واقعه قصه تاریخی اشاره کنه ایره تلمح صنعت میگم. ارسال المثل ارسال المثلین و مدعو المثل است. فرق بین ارسی چیست؟ سعی کنید
در ارسال المثل همیشه مصرع اول متل است، مصرع دوم که است این معنا را تکمیل میکنه. در ارسال المثلین هر دو این متل است، این متل است. و در متاع المثل این دعوه است و این هم ثبوت کردن دعوه، به خاطر ثبوت کردن دعوه متل میارن. خه متل لیسه کری ها بری بی. خوب متل است چیزی که کشت میکنی همون را پس درو میکنی. در عمل جزا منده شلاس پلاس، هر جزا هر عمل که تو میکنی جزایش دست به دست برتان داده میشه. این متل شد، این هم این موضوع را تکمیل کرد. لیول از چیری آواز نشی، از یک دست ایجگاه صدا نمیخیزه. دیوی سنگ ده بعد پرواز نشی و باز به یک پر وقاب به یک پر پرواز کده نمیتانه. وقاب باز به یک پر پرواز کده نمیتانه و از یک دست ایجگاه صدا نمیخیزه. این را میگه ارسال المثلین که هر دو مصرع متل هستند. اما مدعو المثل که یک مصرع متل باشد دیگه مصرع هم وزنی از امی ادعا را دعوه را به ثبوت برسانه. نصیحت به غافلان اثر نک. شاعر دعوه کرد نصیحت سر غافل و ایش تاثیر را میکنه. د سړی اوس پنې خوش ټکول یا آهن کې سر بشار چقدر کې بتکانی کوبیده شود آیا تبر تیشه چاقو جور میشه؟ هیچگاه از او تبر تیشه چاقو جور نمیشه. اما قسم و نصیحتی من هم تاثیر نداره. شاعر ادعا کرد و خاطر ثبوت کردن ادعای خود این یک متل آوردن. این را میگم مدعو المثل. ای بود صنعتای بخشی بدی، صنعتای معنوی. در دیگه جلسه بخیر صنعتای لفظی شروع میشه. تا دیگه جلسه خدایا رو نگهداری.